سلام دوستان. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس که میخواهد رویش را بشوید پس بگذار که از ابروانش سر کند، چون که این کار درد سر را از بین میبرد. ابروها اولین مویهایی هستند که در بدن آدم رشد میکنند. حدیث از دهلوی. حیرت انگیز است که درباره رویدن اولین مویها در بدن آدم 1400 سال پیش توسط رسول خدا صلی الله علیه و سلم خبر داده شده بود. برای آنکه این واقعیت علمی در صدر اسلام ثابت شود، دستگاه‌های پیشرفته طبی لازم بودند که انکشاف جنین در بطن مادر را زیر نظر گیرند. آن زمانها این تکنیک‌ها وجود نداشتند، اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم از این علم آگاه بودند. در کتاب‌های امبریولوژی پروفسور اویس مسکر که در فاکولته‌های طبی آموزش داده می‌شود، در صفحه 207 چنین نوشته شده است: اولین مویها در بدن جنین در دوره 4 جنینی رشد می‌کنند و اول ابروها رشد می‌کنند. این کشفیات علمی طب یک بار دیگر در کتاب لایف ساینس لایبرری کتابخانه زندگی علمی در صفحه 193 چنین گفته شده است: پیامبر راست می‌گفت.